در سن 3-7 سالگی نطق کودک به طور نظررس تکمیل می‌یابد. ذخیره لغویش غنی می‌شود. جمله ساختن، سخن راندن را یاد می‌گیرد و حتی شاید سوال‌های مرکب بدهد. یکی از راه‌های بهترین دستگیری این رشد کتاب خواندن و افسانه گفتن میباشد. اگر شما تا حال برای فرزندتان شبانه افسانه نخوانده باشید، حالا وقتی آن است. کودکان این سن به قهرمان‌های افسانه‌ای، حیوانات و سرگذشت‌های رنگارنگ شوق زیاد دارند. وقتی شما کتاب می‌خوانید، کودک نه تنها کلمه‌های نو می‌آموزد، بلکه می‌خواند که چگونه جمله‌های درست را بیان کردن ممکن است. حصه‌ها و توقف‌های نطقی را درک می‌کند. حتی اگر فکر کنید که او همه مضمون را نمی‌فهمد، خواندن را ادامه دهید. تخیل و تصورات او کار می‌کند و سوال‌ها می‌دهد. کتاب‌های بچگانه تاجیکی، افسانه‌های خلق خودمان را حتما داخل کنید. گرگ و 7 بزغاله، شیر و شتر، ماهیچه طلایی، افسانه گلخانی و مانند اینها. این افسانه‌ها نسل ما را سالها تربیت کردند و ارزش‌های اخلاقی تاجیکان در آنها انعکاس شدند. همچنین از افسانه‌های جهانی نیز بخوانید، زیرا آنها جهانبینی کودک را وسیع می‌کنند. کوشش کنید که خواندنتان زنده و با حسیات باشد. آوازها را تقلید کنید. لحن گرگ را دغل‌تر سازید. لحن بز کوچک را باریک‌تر. کودک این را خیلی دوست می‌دارد و می‌خندد. علاوه بر خواندن، او را نیز تشویق کنید که خود سخن کند. مثلا پس از خواندن افسانه پرسان شوید: اکنون به من نقل کن که در افسانه چی شد؟ اول شاید گپش سر و آخر نداشته باشد، ولی تدریجاً آموزد که پی در پی نقل کند. حتی میتواند از خودش چیزی نوی را اضافه کند. به تخیلش پرواز دهید، زیرا آن نه تنها نطق و خوانش را انکشاف می‌دهد، بلکه بین شما رابطه نزدیک می‌سازد. شما با کودک خود افسانه می‌خوانید یا از یاد نقل می‌کنید. کتاب دوست داشته کودک شما کدام است و او کدام قصه آن را دوست می‌دارد؟ شرح خود را در کامنتاری به ما نویسید. سرپرست برنامه ما شرکت لین دیوید میباشد. کودک لین دیوید سه ایمونیتت رو بلند، هر کسی خدا بود حتما بشود بسند.